از یک افتخار دادید که اولین سند انستیتوت دیپلماسی موسی شفیق بر میدا کردین. از صمیم قلب تشکر. در طول تاریخ وزارت خارجه ما دیپلماتای بسیار بارز داشتیم. محمود طرزی، محمد ولی خان دروازی، میوند والز، دکتر حکیم طبیبی که اساس اینستیتوت گذاشت، پشواکس، روان فرهادی، دهها، عبدالعادی داوی که بازم سفیر اول ما در انگلستان بود. و خصوصیت وزارت خارجه ما این بود که از نگاه کمیت کوچک اما از نگاه کیفیت نهایت پرتاثیر. تنها سفر محمد ولی خان دروازی رو ببین، یک قسمت از آل دخاطرات ادیب خان که ما بعد از 100 سال به این دسترسی پیدا کردیم و نشرش کردیم انعکاس داده شد. اینا مردمی بودن که شبکه‌های جهان اسلام به شکل میدانستند و منافع افغانستان به شکل تمثیل کردن که بی سابقه بود. به رسمیت شناختن افغانستان از طرف اتحاد شوروی، باز کردن سفارت‌های ما، کل هیئتی بود که محمد ولی خان دروازی در رأس از این قرار داشت. مائده میزوری که محمود طرزی، عبدالعادی خان داوی، نرنجنداز و اعضای دیگه هیئت به بهترین صورت از منافع ملی افغانستان نمایندگی کردند و به منطق قلم خود چیز را که در شمشیر امان الله خان ادعا کرده بود، اینا به منطق قلم خود تثبیت کردند و استقلال سیاسی افغانستان، استقلال سیاست خارجی افغانستان را به دست آوردند. یک کتاب است به نام طلوع افغانستان از طرف فیض احمد که ما ترجمه کردیم و به زودی نشر میشه. در زمانی که افغانستان استقلال سیاسی خود گرفت، تنها مملکت مستقل در تمام جهان اسلام بود. هنوز ترکیه در جنگ بود، هنوز عربستان در جنگ داخلی بود و اولین قانون اساسی ما یک مشاور اروپایی نداشت. تمامش نتیجه تفکر علمای کرام خواستن از کابل و قندهار و هرات و نقاط دیگه کشور مشرقی اینا یک هیئت از مسلمانای هندوستان و مشاورین عثمانی بود. زیر هر ماده قانون اساسی اول ما نوشته شده که با شریعت غرای محمدی مطابقت داره و از او روز اساس یک دولت اسلامی که امروز جمهوری اسلامی افغانستان میراثخور حقیقیش از گذاشته شده. تداوم در قانون اساسی ما به حد زیاد است و این ضرورت واضح است که اولین وظیفه ما حفظ وثیقه ملی ما و تحکیم ارزش‌های قانون اساسی ماست، مخصوصاً فصل دوم راجع به حقوق تمام شهروندان افغانستان که در اون مساوات تمام شهروندان افغانستان اهم از زن و مرد تسجیل شده و وظیفه ماست که را تطبیق کنیم. هیچ افغان از هیچ افغان کده برتر نیست، هیچ افغان از هیچ افغان کده کمتر نیست. مساوات ما اساس ماست. من امروز چند نکته میخواستم خدمتتان عرض کنم. یک که ماحول بین المللی را خدمتتان ارائه کنم. ماحول فعلی ما ماحول تلاطم است. تلاطم یک پدیده گذری نیست، یک روند دائمی است. حداقل تا 20 سال آینده، شاید تا 50 سال آینده، به نوع ثباتی که برای 40 سال بعد از جنگ جهانی دوم رسیدیم نرخواد رسید. نو دلته مطلق ضروره ده چې نه یوازې دولت جوړول، سوله کول، د مارکیټ جوړول، بلکې د افغانستان ګټې په یو متغیر ماحول کې
باید په دوامداره توګه تعریف شي. څلور عنصره ضروری دي چې موږ ورباندې پوه شو. جهان پیش بعد از کووید، امکان برگشتنش به جهان پیش از کووید بسیار کم است. این یک نقطه تقاطع در تمام روابط بشری و دلیلش تنها کووید نیست. بدبختانه اجماع متخصصین بین‌المللی وجود داره که پندمیکا در 50 سال آینده زیادتر میشه اگر ما محیط زیست مسائلش حل نکنیم. بنابراین به صورت واضح باید بفهمیم که سیستم‌های صحی جهان از یک طرف زیر از این بار شانه خم کردن، از طرف دوم صحت جهانی نشد، صحت بالعکس ملی شد. عوض از این که نهادهای بین‌المللی تقویه شود و بتانیم مساوات هر انسان با انسان دیگه در دنیای مرتبط خود تأمین کنیم، بالعکس ناسیونالیسم در بخش صحی صفحه اول گرفت. و برای افغانستان از نگاه دیپلماسی ما همکاری منطقوی در بخش صحت عامه، پندمیکا و حوادث طبیعی از اولویت‌های ماست. دوم مسئله څلورم صنعتی انقلاب ده. د پروفسور کلاس شواب کتاب با لیدلی که نملی لیدلی باید حتما ولولئ. څلورم صنعتی انقلاب محب صاحب د شق دکترا لري، په ماشین باندې، په مصنوعي فکر باندې، په ډیجیټل کېدو باندې او درېدلی او له دې نظر نه د کار تعریف په بنیادي توګه تغییر کړي، د ودې تعریف تغییر کړي، یا به فاصله د بېوزلو مملکتونو او د بډای مملکتونو آسمان ته ورسیږي، غیر له دې نه چې موږ ځان ته حرکت ورکړو، او یا به له دې نوې پانګې نه یو بل موج د دنیای کېدو ته چې اوس اول احتمال نشته په لس کالو کې، شاید په لس کالو کې برته موج وګرځي. در دنیای کاغذ دیگه زندگی کرده نمیتونه. در افغانستان دیجیتال سازی نهایت کم حرکت کرده. تنها دو نهاد ما امروز واقعا گفتم میتونیم، یکی مشاوریت امنیت ملی است که بر ما یک کامپیوتر دادن که من میتونم به هر ولسوالی و به هر جای نگاه کنم، و دوم کمیسیون اصلاح اداری و بانک مرکزی است. دیگه تمام چیزی را که ما میگیم دیجیتالیست نیست. کار به دست انجام میشه، به قلم انجام میشه، در ماشین داخلش میکنین از خاطر که خارجی را خوش بسازن. هیچ زعیم افغانستان تا بال نفوس افغانستان نفهمیده، عواید افغانستان نفهمیده، منابع طبیعی افغانستان نفهمیده و مصارف افغانستان نفهمیده. در یک سال آینده انشالله تعالی تمام از این خواهد فهمید. اما این بدون استفاده تکنولوژی، انقلاب چهارم صنعتی تنها استفاده تکنولوژی نیست. یک تراکتور رو ببینید، یک شرکت از به نام یونیلیور. تراکتور امروز خاکم میخونه که اندازه رطوبتش چقدر است، مقدار آبم تعیین میکنه و میفهمه کدام نبات است و خود ترمیمش از راه دور صورت میگیره. ما نوع ارتباط ما مطلق تغییر میکنه و از نگاه سرمایه انسانی ما و مخصوصا سیاست خارجی ما در تقویه سرمایه بشری ما باید مطلق فکر نو کنیم. امروز نه تنها زبان انسان ها را باید بفهمیم، زبان مصنوعی ماشین ها را باید بفهمیم. و این نوع گزارشدهی، نوع تحلیل، نوع استراتژی را مطلق فرق میکنه. استراتژی 100 صفحه و 200 صفحه نوشته کردن نیست. در 2 صفحه
یک تصویر واضح آوردن است. و اولویت بندی ها مطلق فرق میکنه و با تغییر باید بفرد. نقطه سوم بدبختانه یک موج بی‌اعتمادی بین‌المللی است. سومین موج بی‌اعتمادی بین‌المللی در حال حاضر دنیا به گرفتاره. 10 سال پیش شرکت شل که مهمترین شرکت است در ساختن سیناریو، این موج سوم سرش تاکید کرد و پیش بینی شانی بود که از جهانی شدن دهه 90 و دهه اول قرن 21 ما به عقب میگردیم. امروز بی‌اعتمادی در داخل ملت‌ها، بی‌اعتمادی بین ملت‌ها و بی‌اعتمادی بین نهادها بدبختانه یک پدیده بین‌المللی است. دی فضا که دی اعتماد راوستل او باور ایجاد کول روایت غواړي، ظرفیت غواړي او د خلکو پوهه غواړي. نن تنها یو مثال ته وګورئ. امریکا کې څوک چې د فاکس تلویزیون ګوري یو نړۍ کې ژوند کوي، څوک چې سی ان ان ګوري په بل نړۍ کې ژوند کوي. څوک چې فاکس ګوري ټول کمپیوټر ورته انتخابوي څه لولي چې یوازې خپله دنیا خپل نظریات ټینګ سي، او څوک چې سی ان ان ولي مطلق. او دا دواړه یو مملکت کې دي اما مختلفو دوه نړۍ کې ژوند کوي. بحران اعتماد یک بحران جدی بر دیپلماسی است، چون دیپلماسی فعال دیدگاه کوتاه مدت، وسط مدت و دراز مدت میخواد. ایجاد فضای اعتماد در حالت فضای عمومی به اعتمادی متاسفانه مردم کوتاه مدت فکر میکنن و ایجاد از این که بتانین منافع خود تأمین کنین و تمثیل کنین، ضرورت از این است که باید بفهمین که طرف مقابلتان سرتان اعتماد نمیکن. اعتماد سازی به یک اصل اساسی دیپلماسی بدل میشه، چون تا اعتماد سازی رو مخصوصا در روابط بین. نقطه چهارم موج پنجم دهشتگردی چیز نو نیست. اولین حرکت دهشتگری در قرن 19 حرکت انارشیسم بود که چند تاش موجب ایجاد جنگ اول جهانی شده. دیوک آستریایی که قتل کرد، در امریکا رئیس جمهورش قتل شد. اینا نقطه کلیدی است که در این 4 موج هیچ نقطه دنیا از این بیرون نبود. دهشتگردی هیچ نوع ارتباط مستقیم با دین مبین اسلام نداره. هر څوک چې دا وایي نه په اسلام پیږي نه د دهشتګرۍ په تاریخ کې. او موږ تاسې وظیفه ده چرا دولت دفاعی قرار داره؟ به یکی از بزرگترین تمدن‌های تاریخی بشریت تعلق داریم. روزی که اونا در سیاهی مطلق زندگی میکردن و پول نمیشناختن، از بارتر زندگی میکردن، ما کلانترین سیستم تجارتی دنیا را داشتیم. 600 سال ابو ریحان بیرونی و ابن سینا در پانتونای دنیا تدریس میشد. اسلام باید از حالت دفاعی خود برای از تمدن، از یک تمدن بزرگ تعلق داریم، باید از این تمدن نمایندگی کنیم. نقطه که این موج نهایت خطرناک ساخته است که جنگ لامحدود شد. 2 دگروال چینایی در سال 1998 یک کتاب کوچک نوشته کردن که در وقت توجه دنیا نشد و ایره به نامشان ماندن unrestricted warfare یا جنگ غیر محدود. همه چیز جنگ شده. فرقی که بر قرنها بین محارب و غیر محارب وجود داشت، بین جامعه، بین احترام به زن خاصتا و خانواده، از بین رفت و ما بدبختانه از این رنج میبریم و این دیگه به صورت بیطرف سرش گپ زده نمیده. قوه به محدودیت خود رسیده. مشروعیت تنها از طرف استعمال قوه به وجود آمده نمیده. تا چند بودی فکر نکنین تا
نقاط نظر اساسی خدمات به مردمتان مورد نظر نگیرین، استعمال قوه کافی نیست. انحصار قوه به شکل عنعنوی قرن 19 و 20 با ایجاد از تکنولوژی و با ایجاد این شیوه جنگ غیر ممکن است باشد. انحصار مشروع قوه را قانون اساسی به وجود میاره، باورا، ارزشا و بالاخره یک صلح با عزت و پایدار که ما باید به این برسیم. پنجم تغییر محیط زیست است. که هوا په جنوبی آسیا کې 2.5 درجه اوچت است. تر 1 میلیارد نفر بیځای کیږي. 2.5 درجه. هر درجه سلها میلیونه بیځای کیږي. پراتلون کې درس کالو کې لبد مرغنه ملګرو ملتو پیش بینی داده چې 40 میلیون انسانان جنوبی آسیا کې بیځای کیږي. تنها دې لپاره چې اوبو ته به لاسرونه ولري. او نړیوالی بانک وایي چې دا تر 30 میلیون نفر دي. در گذشته ما هر 33 سال خشکسالی می داشتیم. هر 100 سال یک قحطی می داشتیم. قحطی 1873 شمال افغانستان از نفوس خالی کرد. قحطی 1973 ختم نظام شاهی رباوی. مردم اولادای خود فروختن. نیمروز یادتان است، غور یادتان است. آل بدبختانه علقه به 3 سال رسیده. در 2018 ما خشکی داشتیم، امروز و چیزی که دهی تغییر کرده، حتی اگه مقدار بارش ثابت بانه، برف کوههای ما کلانترین بندای ما بود. خداوند جل شانه یک نعمت سر افغانستان کرده بود که برف به صورت تدریجی آب میشد، کل سیستم داخلی را سیراب میکرد، بعد از اون میرفت به کشورهای بیگانه. آل به سرعت باران ایزوب میشه، بندای کانکریتی در مقابل از این مقاومت نداره. در این بخش کسی که زیادترین خدمت به افغانستان کرده با هم میخوایم تقدیر کنم دکتر ناکامورای مرحوم است. این به 400 سال عقب برگشت، یک سیستم از قرن 17 ژاپن آورد، دریای کنه را مهار کرد. خپل عجیب پښتو ویلې لیونی سیند لیونی افغان په کار ده چې دا کنټرول لاندې راوړي. اوس لیونیانو راسئ دا لیونی سیندونه مهار کړئ. اما عرض مې په دې کې ده چې اوس انجینري ته ګورئ که شپېته کاله مخکې چا له اول درجې پوهنتونه د انجینري شهادتنامه اخیستې وه، 40 کاله یې ضرورت نه درلود چې بیا تجدید نظر وکړي، بیا یې وګوري څه باندې پیږي څه باندې نه پیږي. اوس دا ټول رشتې تغییر کړي. نقطه ششم میایم باز نقاط مثبت. تغییر در آسیاست. بعد از 200 سال آسیا دوباره مرکز ثقل اقتصاد جهان میشه. 200 سال پیش زیادترین تولید اقتصادی دنیا در براعظم آسیا بود. اما در چند سال آینده، در 5 سال آینده احتمال بسیار قوی داره که چین جای امریکا را باعث کلانترین اقتصاد دنیا بگیره و یا احتمال قوی است که هند 3مین اقتصاد کلان دنیا شد. دوم، تجارت اقتصادی، تجارت بین الآسیایی به شدت در حال رشد است. بار اول از پیش از کووید بود. و حال سریع میشه که تجارت بین الآسیایی از تجارت آسیا با اروپا و امریکا که زیادتر است. تنها 14 کشور آسیایی، قسمت زیادشان در آسیا شرقی، در 20 سال آینده 30 تریلیون دلار سر زیر بنا سرمایه گذاری میکن.
6 بخش زیربنا. نتیجه از این چیز آسیا روز به روز از نگاه ارتباطات کوچک میشه. روز به روز نوع ارتباطات هستی و این تحول آسیایی که در اقیانوس سر و خلیجا قرار داره ارتباطات جهانی داشت. آسیایی که در درون آسیا بود در حال یک تحول عظیم است. بار اول در تاریخ آسیا جغرافیا تحت شعاع اقتصاد قرار میگیره و این نقش افغانستان به عنوان چهارراه آسیا دوباره مطرح میکنه. کوتاه‌ترین راه، لنډترین لاره د مرکزی آسیا و جنوبی آسیا، غربی آسیا او جنوبی آسیا منځ کې افغانستان. اما نړۍ درته ارتباط صبر نه کوي که دې راتلونکو 10 کالو کې موږ د ریل پټلۍ، د ګاز و تیل پایپلاینونه، د برق انتقال، د فایبر اپتیک یا فایبر نوری، شبکه هوایی، کوریدورونه او دې باندې په بنیادي توګه فکر نکو او پلی نکو، بیا بله لاره پیدا کوي. در سال 1875 یک کتاب نوشته شده برای ایجاد یک خط آهن از برلین تا بمبئی و تمام کوریدور که از افغانستان باید تر میشد از طرف کسی که کانال سوئیز ساخت یک به یک تشریح شد. امیر عبدالرحمن خان به این فکر بود که خط آهن موجب سلب استقلال افغانستان میشه، رد کرد. ما بارها شروع کردیم. امان الله خان یک هلندی را آورد که رئیس خط آهن شد. بالاخره ما رسیدیم آله که خط آهن ستون فقرات سیستم ترانسپورتی افغانستان تشکیل بده. حضرت مرسی به همکارایشون تشکر میکنم. در مذاکرات که امروز ازبکستان اینا شده. دلیل خط آهن چیست؟ تا قسمت عمده صادرات افغانستان گرنگ خود باشه. تا که سرمایه بشری را انکشاف بدین، از 1 میلیارد تن زیادتر مرمر داریم. بر 400 سال آینده کل منطقه را مرمر داده میده. اما این را بدون سیستم انتقالات ایجاد کرده نمیده. نقطه کلیدی ما تنها اقتصادی نیست. ما شارع تمدن ها بودیم. تمدن اوستایی ما، تمدن زرتشتی ما، تمدن بودایی ما، تمدن یونانی ما، تمدن اسلامی ما. بالاخره یک سر خدای خاک است که قدر تمدن میایه و نقطه اشتراک از این را ایجاد میکنه. افغانستان باید باز مرکز فکر اسلامی معتدل، پایدار و وسطگرا باشه. و این ضرورت از این داره که ما دشمن نداشته باشیم، تنها دوست داشته باشیم. سیاست خارجی ما اصلش است که در دشمنی‌های دیگه دخل نمیشه و ختم دشمنی‌های تاریخی خود میخوایم. 42 سال بس است. 2 څلوېښت کاله موږ څه نه دي لیدلي. موږ غواړو چې بیا د آسیا څلور لارې اوسو، د جنوبی آسیا دروازه اوسو. ما از جنگ خسته هستیم و میخوایم به صورت اساسی یک تصویر آینده افغانستان ارائه کنیم که با همه ابعاد دیپلماسی خود جهان و منطقه را جمع میکنه. دیگه عزیز که دیجیتال سازی به صورت اساسی بعد از کووید نتایج بسیار منفی داشته، اما یک نقطه کلیدیش نهایت مثبت است. دیجیتال سازی در 1 سال کووید 10 سال پیشرفت کرد. از این جهت دیجیتال کشور کمپانی نهاده که از دیجیتال سازی عقب بانه داخل کاروان میمانه و اینجا
نوع خوشبختانه نوع سرمایه بشری که در افغانستان ایجاد شد واقعا قابل افتخار است. زیاده از 400 نفر با ماستری و دکترا در کامپیوتر ساینس دارین و ما میخوایم از دکتر صاحب پیروز استاد افغان در پوانتون تکنیکی برلین که زمینه تحصیل 125 نفر بر ماستری و دکترا ایجاد کرد، واقعا از صمیم قلب تشکر کنم. گورید افغان دیاسپورا در تا څه کولی است و ای از تمام پوانتونهای افغانستان این سرمایه را ایجاد کرده. نقطه بعدی از نقش دولت بعد از کووید و با بحران اعتماد روز به روز زیادتر میشه. بحرانهای اجتماعی، بحرانهای صحی و خاصتا بحران بی‌اعتمادی و افراط و تفرید در زندگی مردم بدون نقش فعال دولت و ایجاد یک قرارداد نو اجتماعی صورت نمیگیره. هغه ورځ چې نړیوالې بانک دا درته ویلې چې دولت حاشیې ته ویسي، هغه ورځ خلاص شوي. نقطه در نقش دولت نیست، نقطه در مؤثریت دولت. از او خاطر شیوه دولت سازی ما باید به صورت اساسی تغییر کنه، از خاطر که 90% مردم ما کمتر از $2 در روز عاید دارن. با 90% مردم با عاید کمتر از $2 در روز در افغانستان ثبات نمیده. ده خیلی ممکنه. هر رقم پیمان سر را که ایجاد کنیم انشاءالله ایجاد میشه. سبا یک لشکر بیکار وجود داشته می باشه. نوع کار بر نسل جوان باید به صورت اساسی تغییر کنه تا بتانین مردم صاحب از خاک بسازن. نقطه دیگه که مهم است از نتایج وضعیت فعلی، تمام پیش‌بینی‌هایی است که نهادهای منطقوی اهمیتشان روز به روز زیادتر میشه. منطقه را باید به صورت اساسی درک کنیم و باید ویپیزیم.